چطورین؟ ما دیروز صبح رسیدیم قشم، البته با 2 ساعت تأخیر توی پروازمون. الان اینجاییم، خیلی هم هوا گرمه، ولی حالا من خیلی دوست داشتم که حالا هم از چمدون جمع کردن و اینا هم فیلم بگیرم، ولی چون حالا خیلی سفر یهویی شد کلا اصلا این قضیه کنسل شد. ما تونستیم بیایم خونه یکی از دوستامون اینجا و خب هزینه هتل و اقامتگاه ندیم، چون واقعا اگه می‌خواستی هزینه این دوتا رو بدی یعنی قشنگ سفرت به اندازه یه سفر توی دبی یا حتی ترکیه در میاد، اینقدر که هزینه‌های بلیط و خلاصه هزینه‌های سفر زیاد شده. یعنی به خدا ساعت‌ها میتونم وقتی حساب بزنم به این دریا چم نگم. ما الان اومدیم یه ساحل، خیلی داره باد میاد، صدای من خیلی دوست داشتم، ولی واقعا اصلا انرژی که اینجا داره با همه جای ایران فرق داره، اصلا یه حال و هوای خاصیه. امروز روز دومه دیگه، اومدیم اینجا یه قهوه بخوریم اول، بعدش دوباره میریم دریا چند ساعتی یه ذره آفتاب بگیریم تو آب باشیم. ولی ساحل رو میبینید چقدر خلوته، اصلا هیچکی نیست. یعنی واقعا فکر نمی‌کردم که بشینم لب دریا و ماساژ بدم صورتمو. الان هم دیگه داره تاریکه، یعنی دیگه دریاهایی داره میاد این ورتر، داره غروب میشه، بهتره که دیگه کم کم وسایل و اینا رو جمع کنیم بریم. احتمال خیلی زیاد هست فردا هم دوباره بیایم. خیلی دوست دارم که توی این سفر بدنم یکم رنگ بگیره، واقعا من بدنم پوستم خیلی سفیده و وقتی که حالا توی تهران میرفتم آفتاب و حالا سولا واقعا حس میکنم پوستم داره داغون میشه، چون آفتاب تهران اصلا آفتاب خوبی نیست. بریم اینجا یه کافی بزنیم. به این به هم ریختگی من توجه نکنید دیگه، پشت وانت باشی این شکلی میشی. چاهگو، حالا باز بالا هم بریم و ویدیو رو میگیرم 100%، ولی خیلی گرمه و امان از مشکل اسنپ، یعنی اصلا ماشین گیر نمیاد. مجبور شدیم که حالا اسنپ 2 مسیره بگیریم و توقف بدن 1 ساعت و نیم، چون قطعا از اینجا که بخوایم بیایم برگشتنی ماشین گیرتون نمیاد.
لباسی که میپوشین سعی کنید که چیزی بپوشین که راحت بتونید باش پیاده روی کنید. مثلا لک خیلی خوبه، دامن یا پیراهنایی که مثلا راحت پاتون باش باز میشه خیلی خوبه. در کل چیزای تنگ زیاد نپوشین، دامنای تنگ نپوشین. ولی فرم سنگا، اون دره، اون چی میگن چاهی که اون وسط بود، واقعا انگار با سنگ فرز اینطوری اومدن اونو خیلی خط کشی بریدن، خیلی خفن بود. سلام علیکم، چطورین؟ امروز گفتم که بیام اینجا با هم حاضر شیم. تو کار خاصی نمیخوام انجام بدم، واقعیتش اصلا اینجا نمیشه خیلی کار خاصی انجام بدی، نمیشه خیلی میکاپ کرد، نمیشه خیلی به موهات پسم برسی. میکاپ که یعنی در حد یه ضد آفتاب و یه تینت و حالا ابروام هم میذاره مرتب میکنم و اگه بخوام دیگه خیلی به خودم برسم ریمل خوبم میزنم، یعنی خوب ریمل میزنم، نه که ریمل خوب. موهام هم که امروز جمع میکنم دیگه. امروز میخوایم بریم یه ساحل این پلاژاست که حالا بریم توش راحت آفتاب بگیریم، یعنی خانم اونجا بتونن راحت آفتاب بگیرم. من اینجا خیلی روتین خاصی ندارم، یعنی فقط شبا که میام صورتمو میشورم، شویندم آوردم، تونرم آوردم، یه مرطوب کننده آوردم و یه دونه آبرسان هم که همینه. مرطوب کننده هم که این سراویه است، اینم کوزارکس است. اگه پوستتون خشکه بچه‌ها 100% آبرسان رو بیارین، اصلا آب پوستو اینجا میکشه واقعا، اینقدر گرمه. تنها چیزایی که اینجا خیلی به دردتون میخوره واقعا انواع اقسام ضدآفتاب. من این ضدآفتاب سراوی آوردم، همون ضدآفتابی که حالا توی تهرانم میزدم و خیلی دوستش داشتم. ایناست که رد سفیدی هم نمیده. بریم ساحل احتمالاً چیز کنم، موهامو قشنگ جمع کنم بالا که روغنی و اینطوری چرب نشه. امروز چون میخوایم بریم این پلاژا، فکر میکنم که راحت دیگه بتونیم آفتاب بگیریم دیگه، چون سالونی اصلا جایی داره که مخصوص خانوماست، بانوانه. برای رژ لب من بچه‌ها از این رژ لبای کیکو خیلی خوشم اومده. اولش فکر میکردم که ارزش خرید نداره به خاطر قیمتش، بعد دیدم که نه، اصلا میزنی تا چند ساعت، یعنی 5-6 ساعت بعد لباتون هم نرمه هم خوش رنگه. البته خیلی رنگ نداره، بیشتر یه برق داره، مثلا میبینی خیلی رنگ لب منو عوض نکرد. خب دیگه تموم این میکاپ جنوبی. برم چیز کنم دیگه، برم موهامو جمع کنم بعدش بیام. موهامو بستم، فکر کنم خوب شد. البته الان یکم وزوزیه، مثلا اینا که میزنه بیرون با این چسب موها، با اینا، با این تیجیا، با اینا اینطوری میچسبونمش به موها. تا الان نمیزنم، الان برم صبحونه بخورم. اینجا انقدر آفتاب میخوره به سرم، خیلی سردرد میگیرم. اینم بدتر سفت میکنه موها رو. البته چیزی ندارم، ولی خب الان ترجیحم که نزنم. موقعی که داشتیم از خونه میرفتیم بیرون، این تیجیه اینطوری میکشم روی سرم، قشنگ وزوزی ها رو میچسبونه روی موهام. بعدش هم یه شونه اینطوری میرم و تمام این فرقم اینطوری یکم باز میشه. حالا برم لباسمو نشونتون بدم. مایو میخوام اینو بپوشم. خوشگلی، خدای خیلی خوشگله. اینطوریه، پشتش هم اینطوری میشه. اینو میپوشم همین الان، بعد روشم یه پیرن میپوشم، اتفاقا اینو بپوشم. این با چقدر شروع کرده. من اصلا حوصله تو کردن ندارم. بشو تو هم باز میشه، یه ذره آب سوره میکنم روش، میرم بیرون، تو هم باز میشه. روشم یه شومیز سفید ساده میپوشم و دیگه میریم ساحل. البته فکر کنم قبلش بریم یه قهوه بخوریم و بعدش بریم. فعلا دیگه روتین ما شده اینکه هر روز بیایم اینجا توی مغازه دلی شاپ توی تبل قهوه بخوریم. قهوه‌اش خیلی خوبه، اصلا طعم قهوه‌اش کلا همه چیش خیلی خوبه، یعنی اینجا بهترین قهوه‌ای بود که ما خوردیم.
بعدش دوباره امروز میریم ساحل. من بدنم که خیلی بد سوخته، یعنی باید برم یه سری رنگی کلی بگیرم روی این قسمت هامو ضد آفتاب زدم که خیلی اینا نسوزه و بقیه جام بسوزه، ولی خیلی گرمه. یعنی اصلا اونطوری که فکر میکردم نیست، نمیشه خیلی این ور اون ور رفت، بعد همش باید بذاری تایمای بعد از ظهر اینا بری، یکم سخته، یعنی تایم کم میاری. آقا این خیلی باحال نی، خیلی خوش آمده. امروز خیلی دیر از خواب بلند شدیم، یعنی هم خسته بودیم همین که واسطیم حالا یه ذره آفتاب بیاد پایین، قراره بریم غروب بندر لافت رو ببینیم با کلا حالا محوطش. ولی فرست کافی کافیه این سفر رو چطور خوردی؟ واقعا همینه. این پسره که توی همین کافه که ما حالا هر روز میایم کافی میخوریم کار میکنه، باریستا اینجا انقدر بانمکه، انقدر شیرینه، نمیشه خیلی فیلم بگیرم، خیلی جالب نیست. یعنی تا دوربینو میارم بالا میفهمم یکم معذب. چاهایی تنها 366 تا حلقه چاهه که به تعداد روزهای سال کلیسون وقتی در یک لباس میکردن آبسته که نشن گفتن ما طلا نمیخوایم ما آن میخوایم. اون قلعه اول افشانیه با خودش رو به حق پرتقالی به هم نادیر آدم با خانه بسه بافت جدید بافت قدیم گروه کبرسین پرتقالی ها عکس هنری هم بلدن بگیرن، خارجی هم بلدن. هلا هوادی آقلاتن که ما تیونه ماینه میسمی رسمی تونستیم که تو لای شما فیلدم زن زندگی آزادی مهمتنه بود. باریکلا. 7 در اونا 7 دختر بودن که میخواستن حمله برش میکنه، رفتن پشت کوه غیب شدن. الا 7 در گذاشته. داستان 7 دختر است، این یه افسانه است. لافتم دیدیم، به نظر من قشنگترین جایی که تا الان دیدم این بندر بود توی قشم. خیلی خوشگل بود، یعنی واقعا یه منطقه توریستیه، چه خونه هاش چه کافه هاش، حتی مسجدی که اینجا هست، آدماش هم خیلی محلی ترن، هم بادگیرایی که اینجا هست. کلا خیلی شهر قشنگ، خیلی بندر قشنگی بود. اینجا یه کافه است به اسم پین کافه توی سلخه، باحال، خیلی فضاش خوشگله. اگه دوست عکس و اینا بگیرید میتونید بیاید اینجا. ولی کافه‌هایی که این مدلی ان، یعنی اینقدر به دیزاینشون و حالا دکورشون رسیدن، کلا قیمتاشون بالاست، یعنی در حد کافه‌های خیلی خوب تهران واقعا. ولی کیفیت قهوه و کیفیت حالا شیرینی که به شما میدن در اون حد نیست به نظر من. ما مثلا این یه شیرینی خاص اینجا داشت، ما خیلی خوش آمد، همون بسکوسه بود که واقعا توی تهران نیست و اینجا به نظر من ارزش خرید داره. خیلی راهه و چقدر ترسناکه اصلا. نمیدونم حالا این نظریه چقدر درسته، ولی اینکه میگن جنوب ایران پر از روحه، به نظر من واقعا هست. به خاطر اینکه اینجا جنگ منگ زیاد شده، به خاطر این حرف رو میزنن. ولی خیلی راش طولانیه، نگاه کنید تا اون بالا باید بریم. خیلی راش حالا راحته ها، خدایی راش خیلی راحته، ولی به نظر من یکم زیاده و خب حالا شما ارتفاع داره
ترسناک. الان که اومدم بالا به نظرم ارزششو داشت. باحاله، یه فضای سنگینیه ولی اینجا یه حال سنگینی داره. نمیدونم شاید من تلقی میکنم ولی خب کلا یکم ناراحت کننده است دیگه. شما مثلا این سنگا رو میبینی بعد اینا مثلا مثل آجرای خونت اون موقع آدم ها بوده و الان همشون خراب شدن، یه حالیه. بچه‌ها اسم این منطقه کلات کشداره که خب حالا یه ارتفاع خیلی زیادی رو بعد با پله هایی که اینجا گذاشتن بیایید بالا که در نهایت میرسید به یه همچین جایی. ولی به نظر من ارزششو داره که امتحانش کنی، یعنی اون همه پله رو بیاین بالا، به خاطر اینکه اصلا یه حال خاصیه اینجا. و یه چیزی هم بگم که اصلا دلیل اینا که این سنگایی که اینجا ریخته شده اینا اصلا چیه. یکی از محلی‌ها اینجا داستانشو برام تعریف کرد، مثل اینکه قبلا اینجا مثل یه پایگاه نظامی بوده که مردم اینجا حالا پناه میگرفتن و خلاصه مثل پایگاه نظامی دقیقا مثل الان. و خب حالا کشورهای دیگه از این پایگاه خبر نداشتن که خب پرتغالی ها میریزن و حمله میکنن، یعنی میریزن توی کشور و از اینجا هم خبر نداشتن. مثل اینکه یه دختری عاشق یکی از فرمانده‌های پرتغالی میشه که در نهایت اینجا رو به اونا لو میده و اونا هم میریزن اینجا کشت و کشتار. یه چیزی راجع به حال و هوای اینجا بهتون بگم، خیلی اصلا خیلی فضاش سنگینه. یعنی با اینکه این همه ارتفاع ما آمدیم بالا و یه حس رهایی فلان باید داشته باشی، اصلا اینطوری نیست. یعنی واقعا انرژیش خیلی سنگینه بچه‌ها. دیگه تو فرض کن اینجا پر از غم، پر از ناراحتی اصلا. و یکی از محلی اونجا به ما گفتش که حالا به اصطلاح میگن که اینجا اذان اون روحای اون موقع است. یعنی میگن که روحایی که توی اینجا خونشون بوده، حالا آدمایی که اینجا خونشون بوده کشته شدن، روحاشون هنوز هم اینجاست. و اصلا فکر میکنم که واقعا همینطوریه، چون خیلی حال و هواش سنگینه ولی به شدت هم جالب و قشنگ ارزش دیدن داره. اینا همشون خونه هایی بوده که خب خراب شدن. حتی این چاهی که اینجا میبینین آب انبارشون بوده. وقتی میایید بالا این صحنه رو میتونید ببینید. خیلی خفنه. ولی ببینید اینجا چه جماعتی زندگی میکردن، یعنی چه وسعتی داره. ما اصلا نمیتونیم بریم اون ورترش. واقعا من دیگه میخوام برم پایین. خیلی واقعا اصلا خیلی واقعا حس سنگینی داره اینجا. و اینو منم فقط نمیگم، یعنی همه کسی که اینجا هم دارن میگن. الان پشت من چقدر خوشگله، واقعا خودش شکره. سلام از روز آخر. یعنی اینقدر ناراحتم، الان تو قیافه معلوم نیست، ولی اینقدر ناراحتم که اصلا انگار اوکیه با سال بعدم میام. ولی خیلی خوش گذشت، خیلی سفر خوب و خفنی بود، کلی تجربه‌های خفن کسب کردیم اینجا. الان هم که باز اومدیم همون جایی که همیشه قهوه میخوریم، دلی شاپ توی تبر، آخرین قهوه رو بخوریم و بریم یه 2-3 ساعت باز دریا یکم آفتاب بگیریم، بعدش دیگه بیایم که جمع کنیم و بریم فرودگاه. امیدوارم که همتون یه روزی بتونید بیاید قیف، مخصوصا اونا که خارج از ایرانن نمیتونن الان بیان ایران. واقعا حیفه، یعنی واقعا اینجا انقدر پتانسیل داره که اصلا بشه شهر توریستی خیلی خفن، خیلی حتی بهتر از دبی. امیدوارم که یه روز این اتفاق بیفته دیگه. سلام، ما دیروز از سفر برگشتیم و خب الان یکم طبیعتا ناراحتم، یکم کلا صدام ممکنه وسطش بغضی بشه. کلا وقتی هم مسافرتایی که برمیگردم خیلی بهم خوش میگذره، معمولا تا یه 2-3 روز بعدش دچار افسردگی سفر میشن، ولی خب بعدش دیگه اوکی میشه. چیزایی که توی این سفر خیلی واسه من عجیب بود و فکر میکنم که شما هم بدونید براتون جالب باشه،
یه چند تا چیز بود که حالا اینا رو توی نوت‌های گوشیم هم نوشتم، نوت گوشیم نوشتم که بهتون بگم. عجیب ترین چیزی که من اولش دیدم این بود که در خونه ها اونجا باز بود و نه دزدی نه چیزی. کلا خب توی جزیره دزدی خیلی کمه چون حالا اطرافش آبه و همه همو میشناسن، معمولا دزدی اتفاق نمیفته، ولی اون قضیه واسه من خیلی عجیب بود. حتی روز دومی هم که ما اونجا بودیم خونه دوستمون و عروسی بود، توی حیاط پشتی اینا یه قسمت رو گرفته بودن واسه عروسیشو که خب کلی آدم میومد میرفت و در خونه هم اونجا شیشه‌ای بود دری که حالا میرفت دیگه داخل خونه و اینقدر آدم رد میشد، مرد رد میشد، ولی من یه بار ندیدم که مثلا اینا سرشون رو برگردونن و بخوان توی خونه رو ببینن. دومین چیزش که برام باحال بود این بود که شیعه هاشون واقعا شیعه‌ان، واقعا مسلمونن. با اینکه اونجا دخترها و خانوما پوششاشون، خیلیت مالیشون، چیزی که من به چشم میدیدم، ماشینای خوب سوار می شدن. وقتی خانماشون رو نگاه می کردی همه چقدر علنگو، انگشتر، گوشواره های طلای سنگین که خب اگر کسی اون گوشواره ها رو، اون اکسسوری ها رو توی تهران بندازه به عنوان یه آدم ثروتمند شناخته میشه، ولی خب اونجا این چیزا رو داشتن. ولی وقتی از کیفیت زندگیشون رو میدیدی یا خونه هاشون رو میدیدی اصلا متوجه این قضیه نمیشدی. یه خانومی اومده بود خونه که همین دوستمون که ما اونجا اقامت داشتیم و حالا زحمت میکشید خونه رو داشت مرتب میکرد، تمیز میکردن. بعد من یه لحظه از صدای علنگوهاشون برگشتم، یعنی یه لحظه فکر میکردم که چیزی داره به هم میخوره. بعد برگشتم دیدم علنگوهای مثلا اون خانوم هست. نگاه کردم مثلا از اینجا تا اینجای دستش علنگوهای سنگین و گرون و همشون هم طلا بود. و یه لحظه اینطوری شدم که خب کسی که 1 میلیارد حداقل طلا دستش میندازه مثلا چرا اصلا باید بیاد کار بکنه؟ نمیدونم، این برای من یکم عجیب بود. از یه طرفی هم میدیدم که مرداشون خیلی آدمای ریلکس، خیلی آدمای مثلا قانع، یعنی اگر شخص توی ذهنش بسته بود که من فقط 1 میلیون تومان در روز باید در بیارم، 2 تا سفر استافی رفت میشد 1 تومن دیگه، برای 1.5 تلاش نمیکرد، میرفت خونه و استراحت میکرد. من این چیز رو به چشم دیدم و حتی از یکی از راننده‌های اسنپی رو شنیدم و برام جالب بود، در حالی که مثلا اینجا توی تهران اینطوری نیست. آدما برای اینکه شاید 1000 تومانی در روز بیشتر درارن میدونن واقعا و براشون مهمه. کلا از اینکه اونجا انقدر تو زندگیشون مسابقه نبود و سرعت نبود برام جالب بود، ولی من دیداشم دیوونه میشدم. من سرعت توی زندگیم خیلی معنی داره، با اینکه شاید اینطوری نشون ندم و خیلی آدم خونسرد و آرومی هم به نظر بیام وقتی آدمو میبینم، ولی اینطوری نیستم، درونم واقعا اینطوری نیست. همین چیزای عجیبی که دیدم همین بود و امیدوارم که بتونم دوباره زودتر برم. خیلی حالات اگه یه هفته دیگه میموندم مطمئنم رنگ پوست من خیلی الان قشنگتر میشد. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین، مرسی که توی این سفر همراه من بودین و قطعا توی ولاگ‌های بعدی هم تجربه‌ام بیشتره، هم بهتر میدونم که چیا رو بگیرم که برای شما جذاب باشه. توی کامنت ها بهم بگین، حتی اگه احساس کنین که جای ولاگ خوب نیستم بهم بگین، چون دوست دارم واقعا نظراتتون رو بشنوم. مرسی از نگاهتون، پوست رو لپاتون، خداحافظ.